این نکته باید برای همه روشن باشه که ما ملت آزادی هستیم و طبق قانون اساسی و حقوق شهروندی مردم در بیان انتقادشون و حتی اعتراضشون کاملا آزاد هستند. اما در این حال باید توجه بکنیم که نحوه انتقاد و اعتراض باید به گونه‌ای باشه که پایانش منتهی بشه به بهتر شدن شرایط کشور. ما در برابر اینکه گروهی بخوان اموال عمومی رو تخریب بکنند یا نظم اجتماعی رو به هم بزنند یا در جامعه اغتشاش ایجاد بکنند، حتما دولت تحمل نخواهد کرد، حتما مردم ما تحمل نخواهند کرد. این آقایی که امروز در آمریکا میخواد با مردم ما همدردی بکنه یادش رفته که چند ماه پیش ملت ایران را ملت تروریست نامید، تعبیر تروریست نیشن. این آدمی که سر تا پاش علیه ملت ایرانه، خب این بخواد دلسوزی کنه برای مردم ایران